شاعر خوبه از یک بیتش میفهمی. همه شاعر خوبه اگر این همی دیوان چاپ کند همه بیت اولش بخون یک پارچه‌اش میفهمی که آیا بیت بگذار همش وای باشد وایران باشد. لیکن همین یک از یک بیت از یک عباره از یک ابرازش میفهمی که این ذهن شاعری دارد. ذهن شاعری دارد میفهمی. هر شاعر دا با غیر از این در هر شاعر بیت‌های خوب میشوند. یک بیت خوب 10 بیت خوب یک مصرع خوب در هر شاعر میشود. هر کس دارد. و این خیلی که شاعر که یک لخت شاعر باشد کم است. این خیلی یک لخت نمیشود. اما در حافظ هم بیت‌های سست حتی فردوسی گفته است که ندیده کسی نامه پارسی نبشته و ابیات 100 بار سی اگر باز جوی از آن بیت بد همانا که کم آید از 500. گفته ممکن است 500 اش بیت خوب نباشد. راست همش بیت خوب نباشد. اگر باز جوی از آن بیت بد همانا که کم آید از 500. و همه خیل همه شاعرها نگه بیت های عالی جناب کمی در کمند. کمی در مثلا شیخ ابوالقاسم جنازه فردوسی را نخواند. گفت که مجوس است. شیخ ابوالقاسم گرگانی شیخ ابوالقاسم گرگانی شیخ گفت ما جنازه فردوسی را نمیخوانم. این وصف مجوس کرده است. یعنی آتش پرستا را وصف کرده است. بعد شب خواب دید که فردوسی در بهشت گشته است. پرسید که چی خیلی اینجا افتاده؟ گفت با یک بیت این همه جهان را بلندی و پستی توی ندانم چی هر چی هستی توی. انا گو با همین واقعا زور است. واقعا زور است. همه خیلی 4 بیت بگو بس دیگه شاعری هم نکنی بشد.